داستان‌های برگرفته‌اش از کتاب مقدس. داستان فیلیپ و خزانه‌دار حبشی. یک روز فرشته خداوند به یکی از شاگردان به نام فیلیپ گوشت: بست و به راهی بره که اورشلیم به گیاوان غزه ورود. فیلیپ در حالی که به جاده اتاق شد، خزانه‌دار مملکت حبشه که به کالسکه تهانشتد دیست. خدای روح به فیلیپ گوشت: برا مردین زاگا حبرده. وقتی که آب کالسکه و نزدیک بود، اشکت که مردین زاگ داری کتاب اشعیای نبی را واند و قسمت ش کتاب یشد آیره مثل پسی به کشتارگاه تاها برند و هیچ شکایتی نکرد. هر گونه بی عدالتی برای حک تاها رواش داشت. آوان حک زندگی کرتن شایش گفت. فیلیپ شاه مرد حبشی پرسید: آیا زانه که چی نوشته؟ گوشت: آیا اشعیا یه چیزان درباره اوتی جندا گوشت یا درباره دیگه کسی؟ فیلیپ برای نشان داد که اشعیا درباره عیسی خبر داد و همچنین فیلیپ دیگه جهان نشه کتاب تاها برای نشان داد که خبرهای خوش راجع به مسیح در آن نوشتند. در حالی که شدند به یک برکه آبی رستند. مرد حبشی گوشت: سیل کن، ادن آب هست. آیا امکان دارید غسل تعمید گیرین؟ و فرمان داد تا کالسکه را بساتند. بنابراین آوان به آب تاها شدند و فیلیپ مرد حبشی را تعمید داد. وقتی فیلیپ مرد حبشی را تعمید داد، روح خداوند فیلیپ را به دیگه مکانی برد تا مژده انجیل را به دیگه مردم رسانید. مرد حبشی خوشحال شیشی که عیسی را درست کرد، به وتی راهها و سفر را ادامه داد. داستانی برگرفته ش کتاب مقدس، کتاب اعمال رسولان، فصل 8 آیات 26 تا 40.